سلام، مهدی هستم. خوش اومدی به کانال من. یه آموزشی که قبلا هم در موردش صحبت کردیم پروکسی روشن کلادفلر هستش که قبلا اومدم ازش استفاده کردم و دیدین که کار میکرد. الان یه روش بهتر از اون هم هست و از طریق IPv6 میایم اون کار رو میکنیم. این رو حتما ببینید و دقیق میتونید این کار رو خودتون هم انجام بدید و به نتیجه خوبی احتمالاً میرسید. برای من که اینطوری بودش، با اینترنت ایرانسل و همراه اول تست کردم، خیلی خوب بودن. با ایرانسل از همراه اول بهتر بود. حالا بریم ببینیم که چطوریه این کار برامون جواب میده. یعنی برای شما هم تست کنید ببینید جواب میده یا نه، ولی برای من که اوکی بوده. الان این چند وقت دارم از این استفاده میکنم. بریم ببینیم باید چی کار کنیم. خب قبل از هر چیزی مثل همیشه به سرور نیاز داریم. من الان سرورم رو بالا میارم و بهش SSH میزنم و وصل میشیم. این از سرور اون پسورد میخواد که من پسورد رو بهش میدم. اینم از پسورد و پسورد رو دوباره میخواد. اینم از پسورد جدیدی که براش ست کردیم. طبق معمول یه آپدیت میزنیم. خب این از آپدیتمون و منتظر میمونیم تا نصب بشه، بعدم صنایع رو نصب کنیم. خب بعد از نصبش حالا من صفحه رو تمیز کنم و نصب صنایع، دستور نصب صنایع رو میزنم و منتظر میمونیم تا کارش به اتمام برسه. خب این هم از صنایعمون که الان نصب شد. کاری که ما باید بکنیم اینه که یه سرتیفیکیت هم برای صنایعمون بگیریم. پس من میام و براش سرتیفیکیت میگیرم. برای سرتیفیکیت هم بارها گفتم که چی کار کنید، ولی شاید کسی که الان داره این ویدیو رو میبینه اولین بارش باشه، پس بهتر من یه توضیح مختصر در مورد سرتیفیکیت هم بدم. برای سرتیفیکیت من یه سری دستور هست که آوردم اینجا گذاشتم. اول که این دستور رو من میزنم و اینجا پیست میکنم، اینتر میکنم و سرتیفیکیت هم یعنی سرت بات هم نصب میشه و آماده میشه که به همون سرتیفیکیت بده. بازم تمیز میکنم صفحه رو. خب من چیکار کردم الان میام بهتون میگم. توی کلادفلر میایید و یه دونه اد رکورد میزنید. رکورد رو که زدید اینجا هم اسمش رو مثلا من میذارم ستاره.b. این رو من میذارم. IPv4 هم رو اینجا میذارم. پروکسی رو هم خاموش میکنم تا سرتیفیکیت هم رو بگیرم. ذخیره میکنم. بعد که ذخیره کردم دستورات نصب سرتیفیکیت رو میذارم. اینم دامنم هستش b.fractest مثلا .xyz. حالا اون 1 2 3 4 و فلان و اینا رو دیگه نگم. خب اینو میزنیم. بعد میایم اینجا توی همین قسمت اینجا پیستش میکنیم توی سرورمون، اینتر میکنم. یه ایمیل ازمون میخواد. من یه ایمیل الکی بهش میدم فعلا و رد میکنم این مرحله رو. خب ایمیل رو که زدیم یه اینتر میزنیم. حالا یکم واسه من هنگ کرده، نمیدونم چرا هنگ کرد. یه اینتر میزنم. خب اینجا وای میزنم که یعنی ایمیل خودمون. بعد این درخواستی که داده رو انجام میدیم. یه دونه txt یا تکست میسازیم توی کلادفلر و اینا رو کپی میکنیم. این چیزایی که بهمون داده رو کپی میکنیم اونجا. من الان میام اینو اد میزنم، اینو میذارم روی txt، این رو هم میذارم برای اسمش و این قسمت این رو میذاریم برای محتوایی که باید داشته باشه. این هم از محتوا و ذخیره میکنیم. الان سرتیفیکیت رو من میتونم بگیرم. پنل صنایع رو هم که نصب کردیم، حالا پنل رو هم بیارم بالا. من اینجا تا اون کاراشن، چون یه چند دقیقه‌ای باید بهش وقت بدید وقتی که میخواید این سرتیفیکیت رو بگیرید تا روی کلادفلر بشینه. من این رو 1 و اینتر میزنم. خب ویدیو من به دلیل نامعلوم یه لحظه قطع شد و دیگه نمیخوام از اول شروع کنم. برای همین من خیلی از کارا رو هم پیش بردم، ویدیو رو هم تموم کردم، بعد دیدم که نه ضبط نکرده متاسفانه از یه قسمتی به بعد. خب از اون قسمتی که من گفتم سرتیفیکیت میگیریم، من سرتیفیکیت رو اومدم گرفتم دیگه. حالا این رو من توضیح ندم، فکر نمی کنم که به جایی بر بخوره، چون که قبلا بارها در مورد سرتیفیکیت صحبت کردم. سرتیفیکیت رو به اون روش خودمون گرفتم که یه ستاره میذاریم .b فلان. سرتیفیکیت رو گرفتیم، اینتر زدیم. حالا نمیدونم توی ویدیو اون قسمتش بود یا نه. سرتیفیکیت رو که گرفتیم بعد میایم چیکار میکنیم؟ همینجا میایم توی قسمت یه اد میزنیم. بعد اینجا میایم IPv6 قرار میدیم. این رو میذاریم روی 4 تا A. این رو گذاشتم روی C، همین چیزی که این پایین گذاشتم روی C
و بعد اومدم IPv6 سرورم رو، مال همین سروری که دارم رو کپی کردم و اینجا قرار دادم، همین چیزی که این پایین دارید میبینید قرار دادم. پروکسی هم روشن، بعد ذخیره کردم. حالا نمیدونم، حالا میگم دوباره من این چیزها رو تکرار میکنم. اولین کاری که باید بکنید اینه که توی قسمت نتورک gRPC فعال باشه توی کلادفلر و SSL/TLS هم روی فول باشه. این دوتا رو فراموش نکنید. پس حالا این رو من انجام دادم، بعد اومدم اینجا توی صنایع حالا من میام یه اینباند جدید اصلا میسازم که دقیق بدونید چی کارم. ببینید اینجا ساختم، اگر رفرش کنم فکر کنم اینجا واسه همون 35 مگ هم باهاش کار کردم و ازش استفاده کردم که ویدیو قطع شد. من میام چی کار میکنم؟ میام یه اد اینباند الان اینجا میذارم، اسمش رو یه چیزی میذارم ویلس که اونو دست نمیزنیم. بعد میایم پایینتر اینجا پورت رو 20 مثلا 53 یه از این پورت های HTTPS کلادفلری باید بذارید، یا مثلا 443 رو میذارم که دیگه اوکی باشه، که فری هستن میتونید ازشون استفاده کنید. من 443 رو میذارم. بعد میام پایینتر این TCP رو به جای TCP میذارم WS یا gRPC. برای من روی gRPC جواب داد و اوکی بود، سرعتش هم مناسبه، به خصوص با ایرانسل خیلی خوب بود. خب حالا من این رو میذارم روی gRPC، بعد میام پایینتر و این اکسترنال پروکسی رو هم فعال میکنم. اینجا میام این رو من بر میدارم، می نویسم zula.ir، پورتمون هم که همون 443 هستش. zula.ir رو میذاریم اینجا، TLS رو فعال میکنیم. SNI رو چی میذاریم؟ الان بهتون میگم. SNI رو میایید از این C میذارید، همین C که ساختیم و پروکسی رو روشن کردیم، یعنی این که میذاریم C دات اسم دامنمون. من الان میام مینویسم C دات اسم دامنمون، این از اسم دامنه و اینم از C دات که اومدیم توش IPv6 رو قرار دادیم. بعد هم میایم پایینتر اینجا و set from panel رو میزنیم تا سرتیفیکیت هامون رو اینجا قرار بده. من سرتیفیکیت هم شاید توی ویدیو فکر کنم نگفتم دیگه، اونجا توی ویدیو اومدم به پنلم سرتیفیکیت هم دادم. حالا اون رو هم الان بهتون میگم، شاید یه نفر باشه که ویدیوهای قبلی رو ندیده باشه، این به دردش بخوره. خلاصه خب این رو که زدید الان کریت میزنیم و میسازیم. الان میتونیم ازش استفاده کنیم. من میارم و تست میکنم ببینم که کار میکنه این یا نه. حالا من روی این پورت 2096 دیدین که استفاده کردم و همه چیزم اوکی بوده، هم با ایرانسل هم همراه اول هم مخابرات، همه چیز باهاش کار کرد. مخابرات با گوشی من قبلا تست کردم، خیلی خوب کار نمیکرد. خب حالا بریم یه چیزی من قبلش بگم. برای سرتیفیکیت هم که همونطور که قبلا هم گفتم، سرتیفیکیت همون رو اینجا قرار دادیم، تمام اینجا قرار دادیم و گذاشتیمش. بعد میریم برای این باندمون و الان میتونیم، من چون گوشی ندارم برای تست، پس از همین سیستم خودم استفاده میکنم برای تستش، کپی میکنم. خب V2RAN رو من باز میکنم، همونطور که میبینید اینجا یه بار اضافه کردم، من 2096 رو استفاده هم کردم، پینگ هم داده و همه چیز درست بوده. الان دوباره میام و از 443 هم استفاده میکنم، میبینید که پینگ میده. یه تست هم بکنیم ببینیم تستش هم کار میکنه یا نه. تستش هم داره کار میکنه، پس همه چیز اوکیه و میتونید از این روش استفاده کنید. حالا IPv6 یه سری قابلیت ها داشت، چون اصلا واسه چی ما IPv6 قرار دادیم؟ چون بعضی از بچه‌ها میگفتن وقتی IP مون تمیز نیست درست کار نمیکنه، یا بگیر نگیر داره یا اصلا کار نمیکنه. IPv6 رو دیگه من خیلی در موردش صحبت کردم که چطور میتونید اضافه کنید IPv6 رو به سرورتون، بیشتر از این چیزی که خودش داره میتونید تعداد بیشتری بهش اضافه کنید و از اون IPv6 هم استفاده کنید. پس اینطوری اون قسمت فیلترینگ تقریباً کمتر میشه و میتونید از این روش استفاده کنید، البته تا وقتی که کلادفلر کار کنه، وگرنه مثل همون سابق میشه. خب امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. لطفاً همین الان منو تو یوتیوب سابسکرایب کنید، علامت زنگوله اون پایین رو هم فراموش نکنید بزنید. اگر دوست داشتید و اگر سوالی بود حتما توی بخش کامنت ها بهتون پاسخ میدم. توی کانال تلگرام هم اگه دوست داشتید عضو بشید، اونجا معمولا کامندایی که توی ویدیو استفاده میکنم، دستوراتی که استفاده میکنم رو قرار میدم و میتونید اونجا به راحتی دانلود کنید و از کدها استفاده کنید. دونیت هم فراموش نکنید.
برای حمایت از من میتونید دونیت کنید و اون پایین لینکش رو گذاشتم توی دیسکریپشن و اونجا روی لینک بزنید راحت میتونید ازم حمایت کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید احتمالاً 2 تا ویدیو دیگه که بهتون الان دارم پیشنهاد میدم رو هم دوست دارید ببینید، پس اونها رو هم از دست ندید. موفق باشید، به امید دیدار.